الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان و شنوندگان گرامی. از سلسله جلسات گفتگو پیرامون الهیات حقوق زن در اسلام در خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر سلیمانی هستیم و امروز رو جلسه 11 از فصل دوم درباره بحث پیرامون حقوق خانوادگی زن از حقوق زن در خانواده داره. امروز قراره به این در واقع سوالات پاسخ داده بشه. اول اینکه با چه استناداتی پدر ولی فرزند محسوب می شود؟ آیا مادر می تواند ولی فرزند باشد؟ و سوم که ولایت صرف پدر بر فرزند در زندگی امروزه چه پیامدهایی می تواند داشته باشد؟ عرض سلام دارم خدمت شما جناب استاد، در خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و همچنین سرکار خانم دکتر مرادی و امیدوارم که این جلسه سودمند باشه و بحثمون مفید فایده باشه. در خدمتتون هستم. سلام. بله. در ادامه جلسه پیشین که صحبت از اذن شوهر نسبت به زن بود، یه مسئله دیگه وجود داره، بحث ولایت پدر بر فرزندان هستش. این اول شما بفرمایید در رابطه با اون چیزی که امروزه رایج هست و عرف هست، این هست که پدر بر فرزند ولایت و سرپرستی داره. این ولایتی که مطرح میشه چه پشتوانه‌هایی از آیات و روایات داره، به چه مستنداتی؟ اول این مشخص بشه، بعد بریم از بعد دیگه بهش نگاه. خب بسیار مسئله حیاتی است که امروزه تو جامعه ما خیلی ملموس شده که مقداری به هر حال ناهنجاری پیداست ازش. من یک مقدمه‌ای باید بگم، عرض بکنم، چون این مسئله که به هر حال همین باید بحث مبنایی بکنم که بعد بهش بپردازم. من در واقع میگم من خودم عقل گرای قرآن محورم، یعنی از یک سو عقل گرا مبنام عقل بهش خیلی بها میدم و از سوی دیگر تو بحث پیامبر ظاهر که میرسیم من قرآن محورم. مقصودم از سنت را قبول می‌کنم، نه اینکه بگم سنت. من قرآن بسنده نیستم، مخالفم با قرآن بسندگی. سنت را اصلا نمیتونم دینی تشکیل بدم با قرآن، فقط قرآن، جدا از این که روایتی داشته باشیم یا نداشته باشیم که باید به سنت توجه بکنیم، یا آیه‌ای داشته باشیم که داریم. ولی جدا از این حرفا من برام نمیتونم اصلا برام چیزی بپرسم. قرآن محورتون آیا شبیه علامه طباطبایی هست؟ علامه طباطبایی میفرماد تفسیر قرآن به قرآن، چون قرآن محور نیست. تفسیر قرآن به قرآن را مدعی است که من معتقدم بهش پایبند نیستمش. البته در یکی از کتاباشون میگن سعی کردم که این اتفاق بیفته، اینو گفتن، نگفتن کامل اجراش کردم. ولی موارد زیادی من دارم که ایشون نباید اینجور، اگر این را بهش پایبند بود نباید اینجور بود. ولی مدعیان که قرآن به قرآن تفسیر کردن. خب من خودم اصلا تفسیر چون قائل نیستم، ترجمه قرآن به قرآن قائلم و بهش پایبند. ترجمه قرآن. حالا جدا از این من نه، قرآن محورم. یعنی چی؟ در این حالی که میگم نیاز داره قرآن برای که دینمون درست بشه، مسئله اینه که ببینید از اینجا شروع میکنم که قرآن دو تا ویژگی داره بنابر خودش برای خودش قائله. یکی این که تبیان کل شیء، تفصیل کل شیء، همه چیز داره، و یکی این که مبین، آشکار. پس نه برای تفسیرش نیاز به روایت داره و نیاز به هیچ چیزی داره، و نه خود جامعش میتونه یعنی تکلیف دینداری ما رو مشخص کرد. بنابراین
من هر مسئله‌ای هست اگر با یه مسئله روبرو بشم که فتوای عالمه، یک راه دارم وارونه که این فتوا رو عرضه میکنم به قرآن، یعنی پل میزنم، نمیرم ببینم که این فتوا چه روایتی بر اساس چه روایتی داده شده، بر اساس هر روایتی فتوا داده شده باشه اگر با قرآن ناسازگار باشه کنار میگذارم. یعنی در واقع شما نتیجه رو با قرآن بررسی میکنید، نه مسیری که طی شده. این یک طرف. از یک سمت دیگه یه مسئله دیگه، فرض کنیم یه جایی میخوایم یه مسئله رو بررسی کنیم که میخوام حکم خودش رو ببینم، چون بنابر همین ابتدا قرآن را میبینم، اگر نیاز بود به روایت مراجعه میکنم، اگر تکلیف را قرآن مشخص کرده بود اصلا کاری با روایت ندارم. یه مسئله ای را وقتی تکلیف را قرآن مشخص کرد، حالا اگه بخوام با تعبیر مشهور بگم اون ثقل اکبره، ثقل اصغره، هرچی میخوایم اسمشو بذاریم. پس یعنی اگه اول حکم در قرآن موجود بود همین اکتفا میکنید دیگه، این رو با روایات تخصیص نمیزنید؟ نمیزنم، اصلا نمیزنم. من نه تخصیص، چون که قرآن نه تبیین، نه نه نسخ، اصلا معنی برای من نمیده که منبع ظنی قطعی و صدور را با ظنی و صدور بیام تخصیصش بزنم، نسخ بکنم، تقیید، تخصیص، نسخ یا هیچ چیز دیگر. نه، من هیچ این چیزها را قبول ندارم. پس نسخ بعضی آیات رو نمیپذیرید؟ اصلا نسخ رو، نسخ که خیلی ها مشهور نسخ نمیپذیرم. با روایات رو نمیپذیرید؟ نه نسخ قرآن با قرآن که داریم، اون با قطعی در صورتی که باشه. یکی دو مورد مثل مراحل حرام شدن شراب یا قبلی، یکی دو مورد مشخصه. نه اینکه آخه آقایون وقتی میریم تو تفاسیر هر آیه‌ای میرسیم میگن با فلان آیه نسخ شده، هر آیه‌ای میرسیم میگن لا اکراه فی الدین با آیه 29 سوره مثلا توبه نسخ شده، قاتل الذین، اصلا معلومه این ربطی با اون نداره که این دوتا با هم سازگاره. چون مسئله نسخ تمهیدی که آیت الله معرفت مطرح میکنن چی؟ من غیر از نسخ صریح روشن واضح رو که یکی دو مورد مشخص، هیچ این چیزا رو دیگه قبول. ایشون نسخ تمهیدی رو در رابطه با آیه 34 سوره نساء مطرح میکنن. البته خب ما اینو بخشش رو مفصل صحبت کردیم، مبنی بر این که حالا برسیم به مسئله ضرب اونجا بهش اشاره میکنیم، فقط الان گذرا مبنی بر این که مثلا این ضرب در یک دوره‌ای به لحاظ عمومی از نظر مردم بد نبوده ولی الان این رو بد میدونن و این مسئله با شرایط امروز میگن نسخ تمهیدی شد. من معتقدم که چون اینا نرسیده من بشه همیشه بد بوده، همیشه بد بوده، هیچ وقت خوب. و بلکه من اصلا چیز دیگری میگم. من چون الان همینجا یه چیز کوتاه باز میکنم میبندم، من بحثم اینه، من چون فیلم مستند میبینم زیاد، خیلی زیاد، اصلا تو حیات وحشم چیزی نداره، من اصلا بحثم چیز دیگری. حالا بگذارم اینا رو پوشش کردم. داشتیم سر این صحبت کردیم که نسخ با روایات رو نمیپذیرید و اون نسخ‌های قطعی که خود قرآن به قرآن یکی دو میپذیرید. تماما. پس اگر حکمی در خود آیات قرآن اومده بود واضح و صریح و مبین، این دیگه با کاری به روایات نداریم. اما اگر یه حکمی مشخص نبود اون موقع میرید سراغ روایات. اگر حکمی مسئله‌ای، اول من رابطه قرآن و سنت را، یعنی کمکی که سنت به قرآن میکنه، سنت تفسیر نمیکنه قرآن، بلکه تفصیل یه چیزهایی را که تو قرآن مجمل آمده بیان میکنه. آیا این با رابطش اجمال و تفصیله. آیا این با تبیین فرق داره؟ که خداوند به پیغمبر میگه لتبین للناس؟ نه، لتبین را برخی معنی میکنن لتفسر. آره باش مخالف. خب شما الان تبیین رو با تفصیل چجور جمع میکنید؟
تبیین را با تفسیر. من اصلا تبیین را، کلمه تبیین را برخی میخوان بگن که گویا آیه قرآن روشن نیست، پیامبر باید بیاد معنیشو بگه. که برخی اینجوری میگن. من اصلا قبول خود این که نمیسازه با مبین. و بعد مشکلات بسیار مهم میبه. اگر قرار باشه قرآن مبهم باشه و روایت یا سنت بیاد تفسیر کنه، دیگه روایت که نمیتونیم به قرآن عرضه کنیم، این میشه محور. ولی جدای از این مسئله، مصیبت عظمایی که پیش میاد اینه که میبینیم توی روایاتمون هرچی بخوایم هست، روایاتمون هرچی بخوایم هست، حتی حالا اونش کار ندارم ای که کدوم روایت میشه بشه اعتماد کرد، کدوم نمیشه، این دست عالم دینه دیگه. اگر گفتیم روایت قرآن را باید فهمید، محور دین دیگه قرآن که نیستی چی، روایت هم نیست بلکه عالم دین. اون وقت میشه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. اگر اونو گفتیم قرآن باید کتاب ما. چرا ملاک میشه فهم علما؟ برای اینکه اولا تو روایتون هر چی بخوایم هست، هر چی بخوایم هست، بعد جمعه است. خب هر چی بخوایم میاد اون روایت اینا تشخیص میده، خوبه، میاد باش قرآن تفسیر. یعنی در واقع انتخاب و گزینشی که اون مفسر داره از روایات انجام میده. در بهترین حالت میگه که خب من میرم فقط روایت صحیح را انتخاب میکنم. میگه تو خود صحیح چه روایتی اختلاف نیست، تو خود این اختلاف. بگذاریم از این که بسیار داریم که عالمان دین میگن که این مثلا روایت داریم از عالمان مشهور، میگه این سند اصلا نداره ولی متنش مشخصه که مال ائمه اطهار، در حالی که متنش به نظر من عقل ستیزه. این نمونهشو بگم، لولاک لما خلقت الافلاک و لولا علی لما خلقتک و لولا فاطمه لما خلقتکما. میگه از عالمان که همین الان است، خیلی هم مشهوره، میگه این سند نداره ولی این متن معلومه ماله معصوم. از نظر منم با عقل اصلا جور دارم باطل. یعنی وقتی طرف میگه این متنش معلومه که اصلا، یعنی متنش مطابق باور من. اینو شما قبلا فرموده بودید که اگر که سلسله در واقع سندی راویان از صحیح هم باشه ولی متن و محتوا با عقل یا قرآن شما نمیپذیرید. این رو قبلا هم فرموده بودید به عنوان چیز. حالا در رابطه تبیین و تفسیر شما فرمودید تبیین رو به عنوان تفسیر نمیپذیرید، ولی با تفصیل چی که داره تفصیل میپذیرید. یعنی میفرمایید اونی که قرآن میفرماید لتبین للناس به پیامبر این دستور رو میده، اینه که یعنی اینها رو برو تفصیلش رو براش بگو. اولا بیان کن براشون، بیان چون بهشون برسون. دوما آره لتبینه بهت میگم نماز بخون، ولی نگفتم که چی جور نماز بخون، براشون بیان کن چی جور نماز بخون. تو قرآن که نیومده ما چی جور نماز بخونیم، جزئیاتش دیگه با خود. نه تو بهشون بگو که صلوا کما رأیتمونی اصلی. این جزئیات هم پیغمبر با وحی الهی به من بله، پیغمبر هر چی میگه از حکم خود، هر جا میگوید حکم خدا را دارم بیان میکنم، از خدا گرفته. بذارید یه پرانتز باز کنم. پس خدا دو جور وحی داشته. بله. این مشهورم هست. یه وحی کتابی، یه وحی حدیثی. یعنی همونایی که میگیم حدیث قدسی یه اصطلاح دیگریه که مثلا تعریف خاصی رو، نه هر چی که معلوم شد که پیامبر واقعا فرموده، پیامبر خودش که نمیدونسته، که خدا میگه نمیدونسته، پیامبر براشون قابل تشخیص بوده که کدوم این وحی آیات قرآن، کدوم این وحی اون قسمتی که باید تبیین کنه. بله، قرآن جور دیگری نیست، چیزاش مثلا الهام میشده به گونه دیگری بوده، ولی به هر حال
اون مثلا فرشته‌ای که نازل می‌شده، یا چون بالاخره متفاوت دیدیم، ما نمیدونیم چون خود کیفیت وحی رو هم چیزی دربارش نمیدونیم، ولی این مسلمه که یعنی وقتی قرآن خداوند میگه تو اصلا نمیدونستی مل کتاب مل ایمان مل چی، تو نمیدونستی، پس با وحی شد. هر چی که پیامبر آورده، اگر چیزی پیامبر بگوید که خارج از پیامبرش باشه، برای ما هیچ حجتی نداره. پیامبر از اون حیث که پیامبر است برای ما حجتی. اگه چیزی باشه که خارج از پیامبرش باشه، مثلا با دست چپش بیل دست میگیره، به من چه؟ شاید چپ دست نه اصلا دوست داشته یا یه جوری می نشسته. یعنی منظورتون خب ما یه چیزی داریم، ما در رابطه با سنت، شما دارید اینو توضیح میدید دیگه، رابطه قرآن و سنت یه بخشیش اقوال حدیثی صحبت هاست، یه بخشیش افعال معصومین علیهم السلامه که حجیت. بذار یه مثال، این افعال نه بذار من اینو با یه مثال روشن کنم. خب با این مثال روشن. شما میدونید که موارد متعددی پیامبر میگفت یه تصمیمی میگرفته، موارد متعددی غیر از مسئله و چی، یه تصمیمی میگرفته، اینجا اردو بزنیم، یا مثلا قرار داریم خرمای مدینه تو جنگ خندق، مکرر مردم سوال میکردن این وحیه یا نظر خودی. یعنی اینو با اون آیه سوره کهف جمعش میکنه که خدا به پیغمبر میگه بگو قل انما انا بشرون مثلکم، و من بشر، یعنی اون بخشایی که مربوط به زندگی بشریه اونها حجیت نداره، ولی اون قسمتی که وحی حجیت داره. موارد متعددی داریم که از پیامبر سوال میشده این که گفتید وحی یا نظر شخصی، پیامبر میفرمود که نه وحی نظر شخصی میه، میگفتن پس ما مخالفیم. آیا نظر شخصی پیامبر بعد از اینکه به پیامبری مبعوث شدن حجیت پیدا نمی‌کرد؟ این که میگن دائما جبرئیل ایشون رو داشته تعلیم میداده؟ یعنی چی؟ یعنی مثلا وقتی به غلامش میگه که این آفتابه رو برای من مثلا یعنی بهش وحی میشه که این چی بکن، یعنی این آفتابه رو بده به من، این انسانه، این بقیه‌اش زندگیش چیه. ولی ما اینو در سنت در واقع مسلمانان صدر اسلام داشتیم که مثلا فرض بفرمایید میگن پیامبر تا در قید حیات بودن با وجود اینکه زنان متعددی هم داشتن، اما خودشون لباساشون رو میشستن، خودشون اتاقشون رو جارو میزدن، و یه عده از مردان مسلمان هم به تأسیس از پیامبر این کار رو انجام میدادن. اما بعد از اینکه حضرت از دنیا رفتن یواش یواش این دیگه تموم شد، یعنی مردها دیگه این کارو گذاشتن کنار. خب حالا این فعلی که پیامبر داره انجام میده و یه سری از مسلمانان دارن تأسی میکنن، آیا این عمل پیامبر ناشی از چون که میخوام اینو بگم، چون مردان اون موقع اهل این نبودن که بخوان کارهای به اصطلاح زنانه انجام بدن که، ولی پیامبر این امور شخصی رو داره خودش انجام میده. خب آیا این به خاطر اینکه ایشون به اون معرفت آیات در واقع رسیدن به معرفت دین و این تو عملشون داره خودش رو نشون میده؟ پیامبر وحی بهش میشده، وحی جزء وجودش میشده، اون وقت با همه وجودش برای مردم بیان. پس عمل پیامبر حجیت پیدا میکنه. بله اینه من منکرش نیستم، ولی قضیه چیه؟ یه وقت با خانم و همسرش اخلاقی برخورد میکنه، معلومه با اسلام اینو میخواد، ولی یه وقت داره کشاورزی میکنه. من یه چیز سوال ازشون میکنم، یعنی منظورتون اون فنون و مهارت‌های دنیویه؟ نه اصلا نه اونا. میدونی که پیامبر مویش بلند بود، خیلی مشهوره دیگه، عرف جامعه بوده. نه عرفم نبود، مویش بلند بود. میدونید امام علی مویش کوتاه بوده و امام صادق میتراشیدن. نه امام علی چرا؟ اینا که معاصر بوده. امام صادق میگیم زمان فرق کرده، امام علی چرا؟ یعنی امر شخصی، علاقه شخصی شده؟ نه اصلا تاس بوده. یعنی از جوونیشون تاس بوده؟ به هر حال مشهوره به این که امام علی اصلا یه تعبیری هم اونا دارن که مثلا شکم مثلا مقدار چی بوده و خب اگر که ما بخوایم وارد این بحث بشیم طولانی میشه، ولی من میخوام به عنوان یک نظر مخالف اینجا مطرح بکنم که ادعای در واقع قائل به این هستن که وقتی که همه معصومین علیهم السلام 14 معصوم در هر زمینه‌ای
نیکوترین وجه رو داشتن، چه در زمینه در واقع افعال، چه در زمینه در واقع اندام و زیبایی و نمیدونم نقصی برشون نبوده. یعنی یه عده اینو میگن به خاطر همین روایت هایی که در رابطه با ظاهر امیرالمومنین علیه السلام هست، از جمله این موردی که شما اشاره کردید رو بعضا میگن به دشمنان ایشون درست کردن که ایشون رو مثلا به ظاهر زشت نشون بدن. یعنی چی؟ اینکه قرآن نمیگه که حضرت موسی پیامبر الله اسم دیگه میگه، نمیگه این برادر من بیاد کمکم چون افصح منی. پس فصیح نبوده دیگه، زبونشون میگرفت. نه خیلی به این چیزها خیلی شما که نسبت به روایات سختگیر هستید، چطور روایات رو میپذیرید که توصیف ظاهره؟ چیا؟ شما که نسبت به پذیرش روایات سختگیرید، چطور این روایات این مدلی رو میپذیرید؟ کدوم روایات؟ این روایت که مثلا توصیف ظاهر معصوم، مثل همین که مثلا موی حضرت نمیپذیرم. من کاری باش ندارم، میخوام باش، هرچی میخواد باشه، میخواد نداشته باشه، میخواد مثلا امامتش ربطی به این چیزاش نداره که. برای مهم نی که خب تاس بوده، خب تاس باشه. میگه من الان آدمایی که میگه مراجع هر کدوم تاسن، من خیلیشون که دیدم که تاسن، میگه عیب میگیرم براشون که تاسن مویریزه ارسیه، یکم زود سفید میشه، یکم زود سفید اصلا ولش کن، یکی سیاه میشه، یکی سفید میشه، یکی به قیافش میاد که موی سفید خوش شد، یکی دیگه نمیاد میره رنگش میزنه. هر کسی آینه رو برای این ساختن، دادم خودش ولش کن، این چیزا رو نباید پیغمبر و اینا. ائمه امام هر کدوم یه قیافه‌ای داشتن، هیچ کدومشون هم پیغمبر خیلی نور میتابید از صورتش. باید تو مسجد اونجا رو که میومد دید گرد نشستن، نتونست تشخیص بده. نه باید یه کسی که دمی دره بهشون گفت اون که لامپ 1000 تو صورتشه. اون ولی وقتی اون که نمیشه تو صورتش نگاه کنی از دست نورانی، اون که لباسش جور دیگه است. اون که یکی مثل بقیه عرب ها دیگه ول کنیم، این حرفا رو ولش کنیم، مثلا وقت و دین و چیزا اینا. خب فیلم کنزه زیاد حاشیه رفتیم. آره قبول دارم، ولی چون هر بحثی باز میشد مجبور یه جوری. آره من قبول دارم، چون من هر چی شروع این طبیعی که من چون هر چی شروع میکنم اون مبنام چون فرق میکنه سوال پیره، این طبیعی طوری هم نیست. پس من بگم برای اینکه بحث برگرده سر جاش، ما داریم در رابطه با این صحبت میکنیم که اعتقاد شما مبنی بر اینه که وقتی یه حکمی در قرآن هست ما نیازی به مراجعه به روایات نداریم، وقتی بشه حکم رو قطعی روشن و کامل. نه حالا قطعی هم نه چون قطعی ممکنه بگن که خب حالا ولی حکم اطمینان، حکم یعنی اجتهاد با اجتهاد در خود آیات قرآن، در خود آیات. من مسائلی مثل نسخ و نمیدونم تخصیص هم که ردش کردیم. خب حالا ما داشتیم سر این صحبت میکردیم که اون چه استناداتی هستش که پدر ولی فرزند محسوب شده. شما فرمودید کاری به این مسیر ندارم، من اون فتوا رو ارجاع میدم به آیات قرآن. حالا من هر دو کار رو میکنم، نه اول میرم اجتهاد از قرآن شروع میکنم بعد دوباره برمیگردم. پس اجازه بدید، یعنی مسیر شما دو طرف هست، یک بار این اجتهاد از قرآن آغاز میشه، نتیجه‌ای که حاصل میشه دوباره به قرآن عرضه میشه. نه نتیجه کار، دو کار میکنم. طبیعیه که من وقت اول میخوام بفهمم خدا حکمش چیه، خب میبینم قرآن رو اگه بیان کرده بود حکم خدا رو میفهمم دیگه. تو سنت اومده دیگه کار ندارم، سنت ظنیه حد اکثر ها، من قبول ندارم که خبر واحد ظن آوره ها، توجه میفرمایید؟ بله. من اینه قبول ندارم، ولی حد اکثر این که اونجوریه. خیلی من کار ندارم که من که فهمیدم، وقتی اینو فهمیدم دیگه تکلیفم روشنه. من حالا در قرآن اجتهاد کردید نرسیدید به نتیجه. نه حالا میبینیم میرسیم یا نه. تو این مسئله که شما سوال کردی میرسیم یا نه. فعلا فقط تمرکزمون رو میذاریم برای اینکه پدر ولی فرزند هست یا نیست. 3 تا اصل را من در قرآن 32 تا اصل در آوردم.
که هر چیزی رو با این 32 تا اصل، ممکنه اینا زیادتر بشه ولی با این 32 تا اصل میسنجن. یه مسئله داریم که راجع به زنانه، ولی من قبلا هم خدمت شما عرض کردم که میگه قرآن میگه. یه مسئله داریم که یک اصل داریم که حکم خدا در هیچ جایی به هیچ صورتی ظالمانه نیست. کجا داریم اینو آیه‌شو میشه بفهمیم؟ خیلی زیاد. لا یظلم نقیرا، لا یظلم فتیلا. خدا عادل هست. خدا اصلا کافیه بگه که یحب المقسطین، یأمر بالعدل و تقوی والاحسان. وقتی یأمر بالعدل یعنی خودش عادل میگه. اینقدر داریم که نمیتونیم بگیم کجا نیست. خیلی میتونم بگم، خیلی بود. اگر هم نمیگم عقل میگفتم. اگر قرار باشه خدا عادل نباشه، مثلا دینداری هم چی کنه؟ خدایی که عادل نباشه ممکنه فردا بگه که من اصلا دلم میخواد بدا رو ببرم بهش. خدایی که عادل نباشه امن هم نیست که آدم بتونه بهش اعتماد کنه. هیچ اصلا خلف به عدم میکنه. پس یک خداوند عادل، خداوند حکم اینجوری میگه، خداوند حکم ظالمان، چون عدل خداوند تو 3 قسمت ها: عدل در تکوین، عدل در تشریع، عدل در حسابرسی. و فعلا عدل در تشریع. خداوند حکم عدل در تشریع معنیش اینه که خداوند حکم ظالمانه ندارد. این مسئله اول. مسئله دوم اینه که اصل یکی دیگه اصله و اون این که ما یک آیه داریم که مثلا میگه که در مورد زنان عاشروهن بالمعروف، ولی مثلا با پدر و مادر هم میگه که ولا تقل لهما اف، و هم معروف را داره، نه و صاحب هما معروف ها آره معروف این هم داریم. ولی نه، من از مجموعه آیات قرآن یه آیه جل کردم، عاشر الناس بالمعروف. قصدم همش اینه. جل آیه نیست، فهم آیات. آره شوخیه اینی که عرض کنم خیلی، یعنی حتی با مشرک متجاوز. از واقعا دیگه بدتر از این که نداریم که مشرک. خب داریم آیه صریح داریم که در جنگ وقتی مشرکان به اون بت‌های مشرکان توهین نکنید چون اونها به خدای شما توهین می‌کنند. علاوه‌اش سوره آیه 8 و 9 سوره ممتحنه کلیدی، لا ینهاکم الله، اونایی که تجاوز نکردن، ان تبروهم و تقسطوا الیهم. بعد آیه بعدش میگه انما ینهاکم، اونایی که تجاوز کردن، مشرکانی که تجاوز، ان تولوا، فقط اینا رو منعتون کردم. این دنبال اونه، یعنی با همین هم باید با عدالت و نیکی رفتار کنید. حسن دیگه فقط اونا مشرکان متجاوز را ولی خودتون قرار ندید. فقط من اینو معنی نکنم. خب بذارید وارد این بحث نشیم چون دوباره خیلی طولانی میشه. این اصل دوم اینه که عاشر الناس بالمعروف، با همه انسان ها پسندیده باید برخورد کرد. این مسئله دوم. مسئله سوم، حقوق برابر زن و مرد در قرآن. اینو از کدوم آیات؟ لهن مثل ما علیهن. این سیاق آیات صرفا برای روابط جنسی. چجوری میخواید تعمیمش بین همه؟ نه، سیاق آیه شما فرمایید تو چارچوبه دیگه. بله. بله. خب شما آیه رو قبل و بعدش بخونید. در واقع ماه رمضانه که در واقع خدا میگه بهتون وسعت دادیم برای اینکه شما در واقع روابط داشته باشید در شب‌های رمضان هم. باشه. خب اون باشه. شما فرض کنید که لهن مثل ما علیهن یعنی خصوصه. درسته؟ بله. با تنقیح منات نمیتونیم بفهمیم که امور دیگر مهمتره. یعنی چی؟ یعنی تنقیح منات رو برای دوستان توضیح. یعنی این ملاک داره میده، معیار داره میده. نمیشه که دو نفر با هم زندگی بخوام بکنن و یکی محکوم دیگری باشه. وقتی تو این مسئله، خب این مسئله رو چجوری خلاف فقه شد؟ همین مسئله که شد خلاف فقه. چون در فقه ما برابری جنسی برای نداریم.
چون بر زن واجب مرد رو تمکین کنه. همین آیه ببینید، ما اینجوری نیست که بیایم و اونجا که یه دفعه میگه الرجال قوامون علی النساء که مشخصه که داره میگه در خانواده رو میگه و در چی، اونجا بیایم از این آیه استناد کنیم که قاضی نمیتونه بشه زن. از این آیه که هیچ ربطی نداره داخل خانواده، ولی این که دیگه داخل خانواده، این که اون خانوادگی رو داره میگه لهن مثل ما علیهن، نه کلیه. مگه این 3 تا اصل را دارم حداقل. بر اساس این 3 اصل میگم که همین الان اصلا فرض میکنم مسئله تا الان مطرح نشد. مادر و پدر باید نسبت به فرزند فرق داشته باشن، یعنی پدر بزنه فرزند را بکشه و مادر حتی شکایت نداشته باشه. کسی وارد این بحث نشه. اینو یه جلسه دیگه می‌خوایم مفصل نه میدونم حق ولایت شامل اینم میشه. بله آره این دقیقاً این تو مسئله این تو سطح پیامدها بهش میرسه. خب ولی این که این الان اول نظر مشهور ولایت بر فرزند داد پرسید. بله. نه این قرار شد اولش یه نظر مشهور رو بگید که نظر مشهور با استناد به کدوم آیات و روایت گفتم پدر مستند. یکیش فهمید در رجال قوام نه حالا اون که نه بذاریم اونو. من فعلا حالا داشتم که میگفتم خودم از کجا اجتهاد قرآنی داشتم بگم بیان مبانی شما نه بیشتر از اون میخوام بگم سوال رو عرضه کردم به قرآن. من میخوام یه سوال دارم الان برام پیش اومده، کار ندارم با اصلا من فرض کنیم که این قرآن دستم اومده، نمیدونم علما چی گفتن، میخوام نه قرآن چی بهم میگه. آیا در مورد میخوام اینه یه پدر هست یه مادر هست، بچه میخواد بره دانشگاه یا میخواد تصمیم بگیره یا بره زندگیش و خیلی چیزهای دیگه، بنده از قرآن میفهمم که پدر و مادر مساوی هستن. ما البته آیاتی داریم که در رابطه با این که وقتی بچه رو از شیر بگیرید اولا نباید پدر مادر به خاطر بچه به زحمت بیفتن، در ثانی وقتی بچه میخواد شیر بگیرید بشینید با هم دیگه مشورت بکنید و در رابطه با این تصمیم بگیرید. اگه میخواید دایه‌ای بگیرید و اینها با هم یعنی اینو توی اون مسئله شیردهی اینو داریم. خب همه جا هست، اون شب که نگفته هست، از همین باید استفاده کنید. برای اینکه بچه دانشگاه بره یا چه رشته‌ای بره یا بره شهرستان دیگه یا نه، اینا خیلی مسئله است الان ها. دختر میخواد اینا الان میرسیم تو قسمت پیامدها. باشه میخوام بگم فعلا الان داریم طرح مسئله لا میکنیم و اینا مسائل مهمی. من دارم عرض میکنم تو تصمیمات در این مسائل فوق العاده مهمه که بچه دبستانی را بچه اول دبستان کدوم مدرسه بفرستیم. شما توی جلسه‌ای که برای الرجال قوامون علی النساء صحبت کردیم و اونجا با تبیینی که از انفاق نفقه دادن زن بیان کردید، گفتید که یه مرد چون خرج مالی رو میده اگر همه بتونه به همه اون شکلی که شما تعریف کردید بگه این حق داره که مثلا اینجا بگه من چون با پول آره. خب پدر که نسبت به فرزند همینه، همه مخارج بچه رو پدر داره میده. نه خیر، من اینو قبول ندارم، هیچ وقت رخ نداده که اینو گفته مادر تا بچه 7 سالش شده بیشتر زحمت کشیده برای بچه یا پدر. خب این زحمت که کشیده میره جز به اون نفقه نداده که نمیده که اگر بده نه اون اگر یه مرد توی تاریخ پیدا شد و زنی هم پیدا شد که اینجوری بود که همه حقوق از شیر و چی همه این چیزها تصفیه شده بود، من برای اون نمیخوام تکلیف تعیین کنم، من میخوام برای جامعه و برای مردمی که هستن و اون باشه او خودشون بذارید هم حالت ایدئال رو بگیریم هم حالت واقعی. اگر حالت ایدئال اینه، ایدئال نه جهنم، ایدئال که نیست که این چیزایی که واقعا گفتن زن همه حقوق خودشه بگیره مرد هم همه، این که زندگی نیست، این جهنم. مثلا اگر اینطوری بود اگر اینطوری بود آره اینجا معلومه دیگه، من زن خونه نشسته و برای بچه پرستار میگیره، برای بچه پرستار گرفت، برای خودشم
پیش خدمت گرفته که خونه رو جارو بزنه چی کنه ها و همه یه مردی اینجوری. خب ما الان و شیرش در هم طبقات سطوح مالی بالا داریم افرادی رو که الان مثلا هستن. من داشتم افرادی رو که مثلا خانواده‌های پزشکن، پدر و مادر پزشکن، برای بچه دایه گرفتن، پرستار گرفتن، از کودکی این بچه با یه پرستار بزرگ شده، مخارجش رو دادن. مثلا پرستار اومده خونه اینو نگهداری کرد، مادر شیرش نداده چون که مادر مشغول بوده. باشه مثلا یه چیز دیگه، یعنی میخوام بگم حالت ایدئال هم نیست، الان واقعیت وجود داره در برخی افراد. یه چیز دیگه، یه بحث من بود اون روزها. بله. یه بحث دیگر هم اینه، مکررم میگم، یه بحث هم اینه که این همه هزینه رو بده. یه بحث دیگر هم اینه که آیا زنی الان حاضره با مردی ازدواج کنه که میگه آقا من همه هزینات میدم ولی دیگه همه اینا مال من، بچه تا حق نداری جیک بزن. یعنی چی؟ یعنی هر جای خواستم من میخوام کلاس اول که شد نمیخوام بره درس بخونه، میخوام بره سر کوره آجرپزی پدر رو گرفت. من همه هزینه تو میدم، چشم. یعنی تمام تصمیم گیری مثلا راجع به این بچه ها همه چی تصمیم بابا. من نمیخوام درس بخونن، درس که بخونن ایمانشون ضعیف میشه. اینجا بوده گفتم دیگه این بوده تو علما بوده تا چه برسه. آره نمونهش این که دختران رو اجازه نمیدادن درس بخونن، به سر راه میگفتن ایمان میشه. من دیده بودم، من شنیدم که سر یه چیز بیخودی که حق با اون جوون بود که میگفت، او داشت اشتباه میکرد. خب ما در اون وقت میگفت این بچهای ما درس که میخونن بی ایمان میشن، در حالی که اون چیزی که اون میگفت او درست بود. خب ما در رابطه با آیت الله بهجت هم داریم که پدرشون وقتی شنیدن که دارن ایشون آیت الله بهجت در عراق حوزه نجف فکر میکنم دارن پای درس‌های عرفانی شرکت میکنن، ذکر میگن و اینها، حالا خیلی قلوف کرده بودن کسایی که خبر رو رسونده بودن و ایشون پیام دادن گفتن من حاضر نیستم هیچ مستحباتی انجام بدی، فقط واجباته. و آیت الله بهجت تا موقعی که پدر در قید حیات بودن به این عمل میکردن، یعنی با اون که آدم بزرگی بودن و پدر مثلا دیگه چیز نش ولی عمل میکردن به این نهیشون. نظر شما درست میکردن اگه این کارو میکردن؟ من اصلا نمیخوام نسبت به ایشون قضاوت بکنم درسته یا غلطه. نه به نظر شما اسلام اینو میخواد، ولی اسلام یه همچین نظر میخواد. من داده دیگه همچین. یه چیز به شما من علاقه پیدا کردم که برم علوم اسلامی را بخونم. میتونم من برم پزشک بشم، واجبه بر من که برم علوم اسلامی را بخونم. واجب کنی؟ واجب عینی کنی که واجب که حد اکثر واجب کفاییه دیگه. پزشکی هم واجب کفایی، فرقی که نداره. پس واجب کنی، حد اکثر اینه که بگیم مباح دیگه، هر کدوم میخوای بریم تو این امر مباح. به نظر شما پدر اگه به من گفت برو پزشکی بخون، نرو، بر من واجبه. من باید علایقم و سرنوشتم رو، فکرم رو، خودم رو، همه چیز رو به پدر اسلامی نخواسته. ولی کسانی که گوش دادن به اون نهی یا امر پدر یا مادر، حالا مادر رو فعلا نمیخوام بهش بپردازم، ولی معمولا این بوده که در بلند مدت از این نفع بردن، چون میگن پدر و مادر 2 تا دروازه هستن برای رشد و تعالی فرزند. پدر میگوید بیا تاجر باش، فرزند میگوید من به درس علاقه دارم. یعنی اون موفقی که بره تاجر بشه. من هیچ ارزش گذاری نسبت به قضیه ندارم. من اسلام اینجور حرفا نزده نیست. اون چیزی را داره میگه اطاعت بکنید که تو سرنوشته تو چی دخترچی نداره.
آقا میگه میشه پدر من اومدم تو حوزه علمیه قم، پدر من یک کشاورزه، آخوند محل گفته عرفان کفره، فلسفه کفره، پدر بی سواد من میگه راضی نیستم که فلسفه و عرفان بخونیم. من تا 70-60 سالگی پدرم زنده است، تا 70 سال دوره تحصیل من تمام شد. یعنی من نباید اینو گفته اسلام، خیلی بد گفته، خیلی بد گفته، ردش میکنم. اگه اسلام اینو گفته رد میکنم، با عقل ناسازگار. یعنی چه؟ پدر کشاورز من که اصلا نمیدونه عرفان یعنی چه، نمیدونه فلسفه یعنی چه، آخونده محل بهش رسونده که فلان مرجع میگه فلسفه خوندن حرامه، و میگه از دستت راضی نیستم اگه بره بخونی، وقت بر من حرام میشه. اینجوره. چجوری باید بین جمع کنه؟ نه گفته. کجا گفته؟ کجا قرآن گفته که اطاعت اینجوره؟ نه چیزای خاصیه اطاعت. گفته در کفر اونها رو اطاعت نکنید. در شرک و کفر نه، اون که تو اون نباید بکنی گفته. کی گفته در اون کجا قرآن گفته زندگیت رو؟ گفته نسبت به پدر مادر احسان داشته باشه. احسان داشته باشه. ما باید با هر کس پدر گفت ازدواج کنیم. یکی رفت خدمت امام رضا علیه السلام، گفت من یه دختری رو میخوام، ولی پدرم میگه یه دختر دیگه. امام برگشت گفت که خودت میخوای برو ازدواج. پس باشه دیگه. معلومه هر اگه نقل جور دیگه، من الان این حدیث نشیده بود، اگه جور دیگه نقل میکرد میگفتم این حدیث باطل. خب یعنی چه من میخوام باش زندگی کنم. آیا به خاطر این نیستش که چون دیدگاه این روایت نزدیک به نگرش شماست انتخابش میکنید؟ مثل همون علما که گفتید در فهم تفاسیر اونها انتخاب میکنن کدوم حدیث رو بذارن. مگه کی میخواد زندگی کنه یه عمر؟ یعنی چه من باید یک کسی که به هیچ علاقه‌ای ندارم تا آخر عمرم زجر بکشم؟ مصداق بارز ظلم، مصداق بارز ظلم. اگه اسلام گفته باشه میگم خدا حکم ظالمانه نداره. شرط صحت ازدواج رضایت طرفین دیگه. نه اصلا چی؟ رضایت هم میگن راضی باش، میگن نه اون رضایت ظاهریه، اون که میگه اونا کار ندارن. اسلام به من گفته به رضایت بده به آنچه که پدرت رضایت داده. من میشناسم کسی رو که پدرش میگفت با دختر برادرم باید ازدواج کنم، اصلا علاقه نداشت. علاقه نداشت دیگه. خود چه کاریه؟ پسر بالاخره رفت ازدواج کرد. پدر تا آخر عمر مشکل داشت با اون پسر. یعنی از کجا اومده اینا؟ میدونید که ما داریم ذهنیت میسازیم؟ یعنی اینجوری میگیم به پدر داریم القا میکنیم تو حق داری در مورد فرزندت تصمیم بگیری. یک پدری چند وقت پیش فرزندش رو تهدید کرده بود که تو چون فلان کارو کردی و من راضی نبودم تو رو میکشم، دیتم میدم، قصاصم نمیشه. کلیم رخ میدم چیزایی رخ میده. یعنی در واقع شما میفرمایید که اگر ما بخوایم این بحث دامنه و گستره ولایت پدر رو اینقدر باز نگه داریم، اون موقع من اصل خیلی ظلم ها اتفاق میفته. اصل اول چی بود؟ خدا حکم ظالمانه ندارن. به نظر من این نوع ولایت به نظر شما سوال، پدر کشاورز من میگوید که برو پزشکی بخون، نمیخوام بره حوزه علمیه. ولی الان که پژوهشی نشون داده، این پژوهش هم در غرب شد، نشون داده دخترانی که گوش به حرف پدر و فرزندانی که گوش به حرف پدر و مادرشون کردن توی اون چیزهایی که گفتن، اینها افراد موفق ترین. آماریه دیگه این که 100% که نیست. تحقیق میدانی. نه آماریه دیگه، بیشتر اکثریت. یه تعدادی هم موفق نبود. اون تعدادی که موفق نبودن چی؟ پس باید در واقع یه تحقیق دیگه انجام بشه. افرادی که با پدر و مادر مخالفت کردن اصلا این چیزا یعنی چه؟ از من چه مربوط چه تعداد موفق بودن چه تعداد موفق نبودن؟ من جوابم این سوالم اینه، به چه دلیل من باید بیام مثلا توی حوزه علمیه قم
و چون پدر بیسواد کشاورزم میگه فلسفه نخون، فلسفه نخونم و بعد تمام بشه و خب که ممکنه که تو اسلام شناسی من تاثیر داشته باشه، که ممکنه تو خیلی چیزا بدم. چه میدونه عرفان یعنی چه میدونه فلسفه یعنی چه میدونه که این چه تأثیری داره. یکی هم میگه معقول، یکی هم میگه اصلا کلام نخون، یکی هم میگه. ما تو همین جامعه میشناسم پدری که فوق‌العاده متدین، فوق‌العاده متدین، بچهش اومده بود تو حوزه، بچهش هم میشناسم، بسیار بچه خوب، ولی پدر به خاطر خط سیاسی طردش کرده بود. خیلی این اتفاق افتاد. بچه طلب، خب اصلا نمیگفتی آقا نرو حوزه، بیا پیش خودم میشین درس بده، اون خودت درسش میدادی. اگه بناس از تو تقلید کنه، میگه مسئله سیاسی اینجوریه، میگه بس پدر اگه گفت به فلانی رأی بده من باید رأی بدم. خیلی موردا داشتیم که همچین اتفاق افتاده بود. میگه اگه پدر من گفت رئیس جمهور به فلانی رأی بده، من باید بدم. شرک نیست که اینکه شرک نیست. پس دامنه اطاعت از پدر محدود میشه به اینکه اون نهی که داره میکنه آیا در زمینه شرکه یا نه. اگر شرک بود اطاعت نکنه بقیه موارد نه اینه نبود. پس اگر میشه همچین نتیجه گرفت. این برعکس جور دیگه، هر جا کوچکترین ظلمی به من صورت میگیره من نباید اطاعت کنم. نه شرک یعنی چه؟ شرک ولش کن، کفر یعنی چه؟ زندگی من مسیرم میگه حق داره کسی دیگه تعیین بکنه، میگه حق داره به من بگه با زنی مثلا ازدواج بکن که هیچ علاقه بهش ندارم. یعنی چه؟ یعنی من اصلا زندگیم تباه بشه که من اگر پدر مادر اون وقت نفرین کنن، آه کنن، هیچ فایده نداره. عاقب والدین چی؟ هیچ نه. این عاقب والدین جاییه که خلاف کرده فرزند به پدر و مادر ظلم کرده. برعکسه، میگه اگر من به پدر و مادر ظلم کردم پدر و مادر عاقم میکنه، ممکنه، یا من نااهل شدم، خود این نااهلی هم الان تو جامعه رایجه. خیال میکنه کسی که این خط سیاسی رو رفت شده نااهل از دین خارج شده. خب پس اگر فرزند به اون دستوری که پدر داد اطاعت نکرد و مسیر خودش رو رفت و پدر این رو ظلم به خودش تلقی کنه، تلقی نباید بکنه. من اینجوری بگم شاید برخورد فرزند با پدر طوری باشه که دلش رو بشکنه. ببینید یعنی اخلاقی برخورد نکرده. من یه وقت هست یه پدری میگه که من یه چیز ساده و من بچه دار شدم، بدم بهم که اسم بچه دار بذار فلان، اسم بچه دار بذار مثلا غلام رضا. از کلمه غلام خوشم نمیاد. همین جولا مثلا همین الان هم کسی من بگه بچه دار بذار غلام رضا نمیذارم، غلام حسین نمیذارم، خوشم نمیاد. غلام حسین نمیشه، غلام میخوام باشه، یعنی چی؟ حسین، غلام رضا، غلام عباس، غلام جان، خوشم نمیاد. رضا چشم، حسین چشم، غلام حسین نه، خوشم نمیاد. دلیلم نداره. یعنی میگه چه دلیل؟ به نظر شما من باید اینه اطاعت کنم بذارم غلام رضا؟ اینکه مسئله پیچیده و چی هم شما بذارید نظر مادرش چی میشه؟ نه مثال مادرم بگه فرقی نداره. مادرم بگه، پدر و مادر با هم بگن. نه منظورم مادر فرزنده، مثل همسر شما، پدر شما وقتی شما میگه بذارید غلام رضا. آره اونم یه مسئله دیگه. یعنی نظر مادر بچه در نظر نشده. حالا اون که دیگه بیشتر تازه میشه مثلا. ولی نه همین به نظر شما یعنی در واقع یک نوع استبداد، یک نوع دیکتاتوری به وجود میاد. نه حتی در این حد بعضی از پدر مادرها سوء استفاده میکنن. جوری گفتیم فرهنگ شد، ما باید برعکسش رو فرهنگ کنیم. آقا این بچه متولد کرده پدر و مادر داره، تو بابا بزرگ، بذار خودشون تصمیم بگیرن، بذار اسمی که خودشون میشن. یعنی چه تو اسم دخالت میخوای بکنی؟
که پدر بزرگی. اینا خودشون میخوان تو زندگی خودت کن. اون روزی که تو بچه رو اسم میذاشتی، آره من بسیار سپاسگزارم از پدرم که اسم منو گذاشته عبدالرحیم. خیلی خوشم میاد از اسمم. واقعا نمیگم. اصلا طلب رحمت میکنم براش که چون از این اسم خیلی خوشم میاد. خیلی خدا رفتگان شما. خیلی چون از این اسم واقعا خوشم میاد، از اسم خودم. خوشم میاد این کلمه. مثلا ترکیب اگه عبدالعظیم اینقدر خوشم نمیاد. من از عبدالرحیم خوشم میاد. عبدالحمید اینقدر خوشم نمیاد که از عبدالرحیم خوشم میاد. نمیدونم چرا. خب من سپاسگزارم که یه اسم گذاشته بود. ولی خب اون خوب انتخاب میگم به شما اسم بچه خودتو خوب کار کرده که این اسم گذاشته رو در براتم. ولی حالا من بچه من دیگه بذار من بذارم هم تو اسم خود بذار منم بچه خودم بذارم دیگه اسم. یعنی نباید تعیین بدیم که آقا چون پدر بزرگه با تو همه چیزها تعیین تکلیف کنه حالا نه اینا. و این که بگیم اطاعت تو نه قضیه این نیست. تو یک امور مثلا بیشتر جنبه اینه که پدر و مادر را برو بهشون برس. مثلا یه مواردی داشتیم پسر با پدر رقابت میکرده. برعکسش هم بود. برعکسش هم داره. پدری که با پسر رقابت بوده ها. من دیدم پسر با پدر رقابت، پدر را بر شکست کرده. ما وقتی اینا رو نکن، کارا رو نکن. یعنی یه چیزهایی رو دل پدر رو نشکن. همین موردی که مثلا بگه میخوام برم پدر میگه برو بشو پزشک، من میخوام برم حوزه علمی. خب من میتونم بهش بگم خب به تو چه مربوط، میخوام برم اینجا. بهش کسن دل دیگه معلومه دیگه. ولی میتونم به نرمش قرآن میفرماید که تعبیر الان پایه یادم رفتش ولی میگه بالها تو در مادر بگستران نسبتش یه فروتنی داشته باش. در واقع مخالفت با اخم و تخم و پرخاشگری نکن، با اخلاق و مؤدبانه برو براش توضیح بده پدر جان من علاقه ندارم به پزشکی، به روحیم نمیخوره، من نمیتونم خون ببینم، من اینجورم به این علاقه دارم، بذار برم هم خودت توضیح بده. بعد نشد یک بزرگتری رو، یک کسی که میبینه حرفش رو گوش بده برای او توضیح بده، برای روحانی محل توضیح، برای یه بزرگتر محل او بره گفتگو کنه. ایناشه که همشه قبول دارم. یه روایت پیامبر داریم چند بار تکرار شده که می‌فرمایند که برخی پدر و مادرها باعث جهنمی شدن فرزندشون میشن. بله این که من مسلم ولی میشم با منحرف میکنم، پسرم اطاعت میکنه، فرزندم اطاعت میکنه، بعد ممکنه ظلم جنایت بکنه. خیلی مسئله است این که داریم. آره اصلا اون روایت هم داریم که ولی حتی بعضی ها میگن گاهی پدر مادر اگر میدونن حرفی میزنن که ممکنه بچه به روشون برگرده، بچه منظورم شاید جوانی باشه بزرگی باشه، به روشون برگرده و نسبت بهشون بی احترامی کنه، پدر مادر اصلا حرفو نزنن که مایه مثلا گناه فرزندو درست نکنه. این نشه فرمانم ندی. حتی امروزه که ما یه چیزهای دیگری رو باش مشکل داریم. اگه بچه گفت تو قرآن شک دارم، چیکارش کنم؟ شک دارم که قرآن کتاب خداست یا طبق رساله کافر و نجس و تردش کرده است. شک یقین. شک خب میگن شک مقدمه یقین. نه میگه اگر قرار باشه کسی متن رساله است که دارم میدونم متن رساله است. پس کی فرد میتونه فکر کنه، تدبر کنه و بپذیره که این درسته یا نه؟ طبق متن رساله. من همین الان اتاق بغل میتونم براتون فوری بیارم. رساله توضیح المسائل مراجع 13 تا مرجع باشه. خب متن از آیت الله خمینی 12 نفرم میگن اگر کسی یکی از رد بکنه، یکی از یا اسلام رو رد یا یکی از اصول اسلام رو یا شک داشته باشه درش،
نجس کافره و تو احکام کافر یک از نجاسات از کافره اونجا میگه میشه از راحت بیارم شک هم داشته باشه کافر. معنای این حرفی امشب ساعت 6 بعد از ظهر یه بچه تکلیف شد، به سن تکلیف رسید، شبم خوابید، شبم تو فکر کرد خب حالا من ساعت 6 بعد از ظهر که تکلیف شد بهش میگیم اصول دینه تا باید خودت تحقیق کن. آره دیگه یک میگیم که اول رساله اومد خودت تحقیق شما فکر کرد و شروع بگو خب حالا باید فکر کنم، ولی الان که شروع شده فردا صبح حالا باید شبی که نتونستم تحقیق کنم از الان باید تحقیق کنم. حالا که تحقیق من فعلا شک دارم توی اینکه قرآن حقه یا نه، باید مطالعه کنم. حکمش چیه؟ یعنی همین در این ابتدا همینجا اصلا این همین الان من میخوام میارم براتون رساله رو میخونم. این نجسه مسلمان بالغ اگر شک داشته باشه نجس. مسلمان بالغ دیگه دیشب ساعت 6 بالغ شد. آها البته ما اون بحثی که قبلا برای بلوغ کردیم اون چیزی که از نظر شما بود اون چیز دیگر اون با اینجور در نمیاد. نمیدونم من رساله رو دارم. بالغ رو اگر مبتنی بر همین دختر 9 سال قمری و پسر 15 سال قمری بگیریم بر فرض طبق رساله اینه. شما بگو میگی میشه خب هست من نمیتونم چرا گفتم من بسیار موارد خب یکیشم این حکم زنانه که داریم میگیم. اتفاقا وقتی میگم اینجور چیزی گفتن بیشتر باید تردید کنیم توی یعنی نگیم چون همه گفتن در مورد زن اینجور حتما حکم اسلام همینه، همه این رو هم گفتن، همه این رو هم گفتن. آقا 6 بعد از ظهر و 12 شب بچه تکلیف شو 6 صبح گفت شک دارم. اما یه جوریه بگم نه 6 صبح دختری که 9 سال قمری که میشه 8 سال تمام 8 سال 9 ماه شمسی این تکلیف شد و الان اصلا درکی از موارد توحید و نمیدونم اینها نداره، میاد مثلا میرسه به 14 15 سالگی که دوره بلوغه و دوره بلوغ به خاطر اون تکمیل شدن رشد سیستم عصبیش خواه ناخواه یک درک‌های جدیدی پیدا میکنه و مفاهیم انتزاعی رو میتونه بفهمه و اون موقع تازه میاد سوال میکنه میگه من دانش آموز داشتم سر کلاس برگشت گفتش که خانم به نظر من اصلا این قرآن درست نیست، اصلا قرآن اون نیست که بر پیغمبر نازل شده طرح شد. چرا؟ هی بارش فکری سوال جواب رفتیم جلو رسیدیم به کجا؟ به این که چون دو چرخ سواری دخترها ممنوعه و از اون طرف گفته شده که ما همه قوانینمون بر طبق اسلامه، پس این اشکال از قرآنه که دو چرخ سواری دخترها ممنوع شده، یعنی اینو به این رسونده. پس آیا یه همچین نوجوان 13 14 ساله که این براش مسئله شده و اینو داره میپرسه این جزء اون درکی اصلا نداشته؟ مثلا نداشته. ولی شما میگی 14 15 سال اگه اینقدر فرصت میدادیم من چی میکردم؟ من میگم اون دختری 8.5 ساله که شما فرمودید اگه 12 شب تکلیف شده باشه 6 صبح بگوید قرآن شک دارم نجسه و باید از خونه بیرونش کرد. مثل این که میگن کسی که نماز نخونه آب دستش نگیره. یه چیزی که بهتون بگم من فکر می‌کنم میگم حاشیه میریم. اینم بگم این جمله رو. حالا یه چیک دیگه مثلا. این بچه‌ای که میگه نجسه 6 صبح میگه من شک دارم قرآن کتاب خدا است. شما میگی چیکار کن؟ راه حل چی؟ هیچی. حالا فرض کنیم از اون قبلی گذشتیم. یا میتونیم فقهی باش برخورد کنیم بگیم نجسه یا باید به صورت تربیتی نگاه کنیم به قضیه. نه اولین راهکار آقا به بچه میگیم باشه. فرض کن از اون گذشتم دیگه. نادیده گرفتم اون مسئله رو. من میگم که خب این قرآن رو روش تحمل کن. فکر بکن مطالعه کن تو تن و وقت نکردی باشه یه مدت شک. من گذشتم از اون مسئله قبلی. درست شد؟ قرآن رو میدونی که قرآن اگر برداره واجبه بر پدر که از دستش بگیره. چرا؟ چون میگه از کافر باید قرآن نگیره. اگه میتونه. یعنی اون حکم بگیم اینجور میشه بعد راه هم بهش نمیدیم که بره فکر بکنه.
تناقضاتی که حالا باید نسبت بهش فکر. خب بریم برگردیم به اون مسئله خودمون، بذاریم اینا رو جا ما داشتیم اینو میگفتیم. شما فرمودید که من وقتی برم اجتهاد کنم در قرآن با 32 اصلی که از قرآن در آوردم به این قضیه نمیرسم که فقط پدر بر فرزند ولایت داره و شما در واقع ولایت مادر رو هم میپذیرید به دلیل اینکه میگید قرآن آیه داره عاشروهن بالمعروف، آیه داره که ارزم به حضور شما انتم لباس لهن و هم اون که زنشه برابری حقوق زن و مرد لهن مثل ما علیهن و دیگه یه حکم ظالمانم نمیده و عدالته. پس مادر هم داره. من اینجا پرانتز بگم، آیت الله جوادی آملی در تفسیرشون میفرمایند که ایشون مادر بر فرزندان ولایت داره، ایشون ولایت مادر رو بر فرزندان میپره و میگه حتی اگر پسری مجتهد باشه و مادرش بهش بگه این سفر رو نرو، مثالی که ایشون میگه پسر بر پسر واجبه که اطاعت کنه و سفر رو نره. چه سفر؟ الان خاطرم نیست که سفر رو میسازن، سفر گناه باشه که اصلا کلا اون که هیچیه، خودش گناهه، نهی هم بشه که دوباره دو تا حالا این برشم ولی احتمالا کسی که داره میگه مجتهد سفر حرام نمیره دیگه. نه، سفر حرام تشخیص میده که من این دوره باید برم مثلا اصفهان، تشخیص میده ادامه تحصیلم برم. من منظورم مثل که آیت الله جوادی آملی آوردنه، ایشون یعنی دقیقاً میگن اگر همین رو برای پدر میپذیریم یه همچین نهی رو برای مادر من روی نیش مثلا که اصلا ولایت اینجوری را قبول ندارم. خب نه الان اینو نمیخوام بیام، دارم میگم که یعنی به عنوان همون ولایت سنتی با همون محدودیت ها و با همون گستره برای پدر، همون رو برای مادر هم آیت الله جوادی آملی میپذیرن. میدونی که مصیبت بیشتر میشه چون 2 نفر میگن 2 نفر میشن قبلا یکی باشن، نه ضد هم دیگه میگن. خب ضد هم دیگه من از کدومشون تبعی؟ خب احتمالاً الرجال قوامون علی النساء اولویت پدر میشه. هیچ کدوم ولایت پدر بر فرزند به این معنی. خب پس ما به این معنی نی که یک آدم 40 ساله رو به تعبیر شما مجتهد رو بیام بهش بگیم که این اگه شد که اون موقع میگیم که سفر مثلا تشخیص میده الان باید بره ادامه تحصیلش برای یک دوره فرصت مطالعاتی یه چیزی، خود کارشه، زندگیشه. مادر مثلا بگه من به دلم بد افتاده، نه این چیزا نمیشه، من به دلم خوب میاد، باید تعلیم بهش بدیم که نباید تو این چیزا دخالت بکنیم، نه که بگیم آثار منفی. ولایت یعنی صاحب اختیار. ولایت یعنی چی؟ یعنی یه نوع سرپرستی، یه نوع چی گفته که نه همین اصلا این بحث ولایت در همین ولایت داشتن. الان شما میگید مادرم ولایت داره، اون چیزی که شما میگید مادر ولایت داره پدر ولایت داره فرزند یعنی چی؟ ولایت یعنی بچه تا کوچیکه یعنی چی جوره بالاخره نیاز به مراقبت داره. نه خیلی نیاز به مراقبت اصلا میتونه تشخیص بده که مثلا برنامه تابستونی چیکار بکنه، خوب و بعدش رو باید بزرگتر براش مشخص اصلا میشه تشخیص بده، مثلا بفرستنش درس خودش بگه، مثلا خودش اگه بهش بگه میگه کجا میخوام برم تابستون، چون تا این نادانه. درسته؟ یعنی ولایت رو بر فرزند نادان میپذیرید به دلیل خودش. این کلمه نادان به خدا بار منفی داره، بگیم نابالغ، فرزند نابالغ، صغیر. آره. چون که نمیتونه مسیرش رو تشخیص بده پدر مادر اینجا. ولی از زمانی که بالغ شد زندگیشو به خودش بسپاره، سفر میخواد بره، کجا میخواد بره، تشخیص خودشه این چیزها. آدم بالغه با تشخیص بده. ولی یه جاییه، یه چیزیه مثلا که در سرنوشتش تأثیر نداره، یه جاهای خاصی. اونجا هم مثلا وقتی میگه پدر مادر، من اشتباه میکنه و فکر میکنه پسرش نباید این راه را بره یا دخترش نباید این راه را بره، در حالی که ممکنه اشتباه بود. دلش به دست فقط میتونن مشورت بهش بدن، نظرش رو بگن، ولی نمیتونن منعش کنن. درسته؟ شما این رو میگید یعنی وقتی تا قبل از اینکه این بالغ بشه پدر مادرن اینجا براش تصمیم میگیرن کدوم مدرسه بره، درسشو چی بخونه، چه لباسی بپوشه. از بعد از اینکه این بالغ شد در واقع این پدر مادر فقط میتونن به این مشورت بدن که تو این کارو بکنی بهتره، نه
ولی تصمیم گیری نهایی با خود اون فرزند. من هیچ ولایتی قائل نیستم برای انسان. یعنی برای انسان بالغ هیچ ولایتی قائل نیستم. البته در چیز علما هم میگن اصلا کلا ولایت انسان برای انسان اون توضیحی که اونا میگن اصل اینه که ولایت نیست. اصل عدم ولایتی اونا میگن. مگر جایی که دلیل داری. اونا اینه که نمیگن که ولایت نداره. مثلا ولایت قبول نداره. پای ولایت قبول نداره چطور بر فرزند صغیر رو میپذیره؟ صغیر میگن بر فرزند بالغ، بر انسان سفیه، دیوانه و صغیر را که قبول داره، مثلا نمیتونه امر خودش اداره کنه. اگه انسان بالغه یعنی عاقله، خودش رو برای خودش تصمیم بگیره. یعنی چه دیگری برای کسی تصمیم بگیره؟ پس ولایت رو فقط پذیرشش رو بر آره. صغیر و سفیه در این حال صغیر و سفیه و حالا همین سفیه ها یه خورده بدتر از سفیه، دیوانه. خب اونا رو بخواب، ولی اگر نه کسی که عاقله خودش رو. پس گستره ولایت از نظر شما، اینو بذارید من بگم، پس گستره ولایت از نظر شما محدود میشه به ولایت بر صغیر و سفیه و حالا دیوانه. آره. نادان چی؟ نادان که مقصودون کسی که علم نداره، جهل داره نسبت نه جهل نه. آخه زن کتاب العقل و الجهل اصول کافی داری. اونجا جهل یعنی همین سفاهت، نابخرد. خب عقل عاقله در مقابلش نابخرد. جاهل گاهی وقتی دعای نابخرد مقصود یا نادانه یا نمیدونه که آره خیلی چیزا رو من نمیدونم، شما نمیدونی، همه کس نمیدونه. اون نادانه به اون معنا که نمیخواد. خب نابخرد چی؟ نابخرد فرد نابخرد چی؟ نابخردم نه، اگر عاقل هست ولی کاراش رو حساب کتاب نیست. کاسی ولایت باشه نظر خواهم. نابخرد مثلا یعنی چی؟ یعنی مشخصه که یه همچین آدمی تو کاسبی هم بیفته ورشکست میشه. ما اینو داریم تو قرآن دیگه. من خواستم همین بگم، آیه قرآن میگه که مال یتیم رو زمانی بهش برگردونید که عاقل شده. این اولا که به اون سن ازدواج رسیده باشه، ثانیاً این که امتحانش بکنید که این عاقل باشه، توی میخواد امور مالیشو به دست بگیره. حالا اومده کسی این امور مالیشو عاقل نشد تا 30-40 سالش. صفیه. اگه عاقل نشد صفیه قیم میخواد. بله. پس ولایت اصلا بعضی هم تا 80 سالگی نمیشه. و اگه تا 80 سالگی نشد تا 200 سالگی هم دیگه نمیشه. خب پس پرانتز، زنها ناقص العقلن. کی گفته؟ و باید همیشه تحت ولایت مردم. کی گفته؟ میخوام بگم توجیهی که وجود داره. خب بی خود میگم. این با قرآن ناسازگاره. اگر این باشه اون عدل اول خداوند گفتم، عدل در تکوین، عدل در تشریع، عدل در حسابرسی، عدل در تکوین زیر سوال. خب بعضیا میگن نیاز زن به همین قدر عقل بوده، بیشتر نیاز نداشته که بهش. چرا تکلیفشون مساویه؟ خب منم خواستم همین بگم. آیه 59 سوره احزاب، ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات، زن و مرد مسلمان، زن و مرد مؤمن، زن و مرد روزه دهنده، از هر دوشون یه جور توقع داره. دو تا ما از اون خدا دو چیز میخواد دیگه، ایمان، تقوا. از این دو تا من عمل صالحا من ذکر او انثی. میگه فرق داره بین. اگه تکلیف مساویه، تکلیف روی عقل میاد. اگه تکلیف لا یکلف الله نفسا الا وسعها. آیا آدم‌ها مردان از نظر عقلی همه در یک سطح هم؟ نه. زن مردان در یک سطح. خب زن هم در یک سطح نیستن. ولی مجموع زنان نسبت به مجموع مردان میگن کمتر داره عقلش. بی خوده. کی گفته؟ کجا؟ کی محاسبه کرد؟ این دلیل من اصلی ما قرآنه. کجا اومده توی قرآن هم چیزی؟ باید بگه دیگه. ما نسبت به سکوت‌های قرآن باید چجور برخورد کنیم؟ با چی پرش کنیم خطای ننوشته؟ سکوت نکرده که وقتی مهمترین تکلیف انسان ایمانه و عمل صالح، درسته یا تقواست، به یک شکل دقیقاً به هر دو دستور میده. دستور یکیه ولی میزان انتظار متفاوته. نه اینجوری اتفاقاً. و یه چیزی به شما میگم، برخی میگن که بعضی تکلیف‌های زن جور دیگه است که یه وقتایی نباید نماز بخونه. پریشب یک کس منو گیر انداخته، یه جلسه‌ای داشتم. چی؟ من روزه گرفتم،
1 ربع از آن روز تابستونی اینقدر ساعت تشنگی کشتم، 1 ربع از آن حالت زنانه که بهم رخ داد، من برای 1 رو داره یه روز دیگه باید غذا بگیرم. من روزم گرفتم دیگه. خب بگم اینجا نگه بگیم تکلیفش به سودش، حداقل اینکه تو رساله است. میگم 5 دقیقه و از آن من این حالت دارم، شما که باید بری دوباره یه روز دیگه بگیری روزه رو. آن که گرفتم دیگه 5 دقیقه رو که کجا بهم رحم کردید میگه که سخت‌تر کار من. کسی این تکلیف ها رو اینجوری که بگیم آخه بعضی استناد میکنن که میگن که خب تکلیف که فرق داره، زن یه وقتایی نماز نمیخونه، یه وقتایی نماز نمیخونه، میگن دنی آسون شد. اون میگه آقا روزه من 1 ربع 5 دقیقه و از آن به من میگه دوباره برو بگی تابستون 16 ساعت 16 ساعت روزه که دوباره برو یه دفعه دیگه هم بگی. کجا؟ نه اینا تفاوت اینا حالا مسئله است که خب اینا الان ورود نکنیم بهش که چون بحث دیگه باشه. نه از این باب که میخوام بگم من از چه باب چی وارد شدم، انتظاری که وجود داره چون تکلیف مساویه، تکلیف روی عقل، پس عقل یکیه، عقل ذاتی. الان تجربی که ممکنه مردی هم تجربی عقل اکتسابیه، مثل بچه‌ای که رفته تو مغازه و کار کرده و نه بلده یه سوپرمارکت رو اداره کنه، ولی یه مرد 60 ساله که ندیده نه بره پفک بخواد بخره نمیتونه حساب بکنه. بعد بهش میگن عقل تجربی. اینا نمیخوایم بگیم این ممکنه زن توی خونه باشه و نذاره بیرون بیاد عقل تجربیش روش نکنه. این تعبیر عقل تجربی عقل اکتساب مال امام علی، عقل ذاتی عقل تجربی. عقلان 2 تا عقل داریم ولی امام علی. عقل ذاتی اینه که هر کسی داره خدا باشه و اگر قرار زن ناقص العقل باشن چرا از مردان زودتر تکلیف میشن؟ اینا مشکلی دیگه. چرا اینا 9 سالگی بالغ میشن؟ اینا مشکلی دیگه. 15 سالگی. اینا مشکلی دیگه. یعنی شما عقل پسر بچه 15 سال چی میشه؟ برای دخترش 9 سال 8 سال نیم عقلش چی میشه؟ چرا؟ خب اگه نصفه اون موقع که بس 1/4 اگه هنوز نه این چیزها رو باید بریم سراغ. ما از سوالاتی که پرسیدیم اولش اینکه حالا استناداتی که برای ولایت فرزند اومده یه بخش از روایات، یه بخشش آیه 34 سوره نساء اونجوری نه اینا که نظر مشهور رو دارم عرض میکنم و ولی شما با اجتهاد در خود آیات میفرمایید که مادر هم بر فرزند هم ولایت رو داره. به علاوه اینکه شما گستره ولایت رو ما در بین بحث اون پیامدهایی که الان چون در واقع قوانین ما اینه که یک فرزند یا پدرش ولیشه و یا جد پدریش این وجود داره. خب حالا استاد که میفرمایند که این ولایت مال همه مادر و پدر هر دو یکسان میدونن و پیامدهایی که ما فقط ولایت رو بگیم پدر داره، یه سری پیامدها رو در حین بحث صحبت کردیم که مثلا پدر نهی بکن کار نکن، حالا یه سری کار انجام بده، ولی یه سری پیامدهای دیگه هم داره. ما الان چون که توی در آخر اون جلسه در بین بحث بهش یه اشاره کوچیکی شد، من 1-2 تا نمونهش مثال بزنم چون اتفاق افتاده و همه احتمالاً باهاش درگیر بودن. مثلا اینکه مثلا مادر نمیتونه بره حساب بانکی برای فرزندش باز کنه، کارنامه بچه رو نمیتونه بگیره، حالا بعد اعلام کردن نه مادر میتونن بیان بگیرن. رضایت برای اردو فرزند پدر باید ولی نوشته میشه و باید امضا کنه، بعضا امضای مادر رو نمیپذیرن و از اون طرفش نهیه رد مادر. مثلا مادر ببینه که این اردوهای ما که یه چیزی اردوهایی که میبره ما همسان این روزا نصفش برمیگرده، اتوبوسامون یا برن تو دره یا برن تو چی، مادر تشخیص میگه میترسم نمیخوام بچه‌م بره خطر بیفته. به وضعیت حرفش گوش نمیدن، پدر که اجازه داد میبردنش. مادر میگه نمیخوام بچه‌م بره خطر بیفته، ولی پدر که اجازه داد میبرن دیگه. این ورشم میخوام بگم بدتر میشه وضعیت. اینا اون پیامدهایی که ما مثلا بخوایم، یا مثلا یه نمونه‌ای بود که ایونت‌های تعریف می‌کرد، میگفت اینها رفته بودن یه شهر دیگه‌ای، مادر و بچه‌ها مثلا یه پدر همراهشون نبوده، با یه عده‌ای مسافرت رفته بود.
اونجا یه اتفاقی برای بچه میفته و اون میرسونن بیمارستان و بچه نیاز به عمل داشته و برای عمل میگن فقط باید پدر امضا کنه و اینا یه شهر دیگه هم، پدر یه شهر دیگه و رضایت فقط رضایت ولی، مادر نمیتونسته امضا بده بچه رو عمل کنه. یعنی میخوام بگم که در بطن زندگی امروزی و زندگی مدرن ما با یک سری مشکلاتی مواجه میشیم سر این که در واقع این ولایت برای پدره و باید بهش یه فکری کرد. حالا استاد که میفهم مادر هم ولایت رو داره و ولایت رو صرفاً برای صغیر و سفیه و نهایتاً دیوانه و فرد نابخردشون پذیرفتن، گستره ولایت رو در این حدی که تعریف میشه قبول ندارن و میگن برفرض که پدر یا مادر نهی کردن، ورود اخلاقی فرزند مهمه که اونجا با بی‌ادبی برخورد نکنه که باعث بشه دل پدر و مادر شکسته بشه و قرآن میفرماید ولا تقل لهما اف، با بی‌ادبی ورود نکنه، با پرخاش با اینها نه، بلکه با عطوفت، با مهربانی و یک جوری اینها رو در واقع راضی بکنه که دلشون نشکنه. نه اینکه حالا حتما رضایت بخواد، مثلا شاید ته دل پدر مادرم راضی نباشه ولی میبینم بچه دلش میخواد و مهربون و خوب برخورد کرده، حداقل اون رضایت ظاهری رو میدن. مهم نحوه تعامل فرزند و والدین هستش. من خیلی تشکر میکنم از شما، بحث خوبی بود. اگر نکته پایانی هست؟ نه، نکته پایانی من میخواستم حالا یک چیز دیگه، حالا از این برش این فتواهایی که مشهوره که نتایجش میبینیم، اینو میخوام عرضه کنم به قرآن. کار ندارم از روایت گرفته شده یا از چی گرفته شده. ما یه دو تا مسیر رو شما فرمودید. یه مسیر اینه که شما فرمودید اجتهاد از قرآن انجام دادم و یه بخشی فرمودید این فتواهای رایج باید به قرآن عرضه بشه. یک ببینیم عادلانه هست یا نیست. از عقلای عالم بپرسیم اینکه مادر هیچ کاره باشه نسبت به فرزندش. یه سوال بپرسم. ما داره اینجا بحثمون در واقع گسترده میشه و امیدوارم که در پایان وقت هستیم خیلی اضافه نشه چون عملا وقتمون تموم شد. و اون اینه که عدالت رو شما چی تعریف میکنید؟ آیا عدالت اینجوری بپرسم، آیا عدالت همواره یک معنی ثابت داره یا نسبت به هر عصری این معنا تغییر میکنه و باید در هر عصری عدالت معنی شه؟ عدالت یک معنای ثابت روشنی داره، هیچگاه تغییر نمیکنه. که یعنی چی؟ که معنای واضحی داره که اینقدر روشنه که من نمیتونم توضیحش بدم. خب این که به درد نمیخوره چیزی نشه قابل تعریف باشه. چرا؟ میشه. به همون دلیل که سرتاسر قرآن گفته عدالت بورزید، ولی هیچ وقت نگفته که عدالت میدونن انسان ها چی، ظلم میدونن، تجاوز به حقوق دیگران ظلم، مقابل شهر دادن حقوق دیگران عدل. خب این حقوق تعریفش اینه، میگن که عدالت یعنی این که ما حق رو به اون صاحب حق بدیم، به هر کسی به اندازه اون حقش بدیم، این حق رو بدیم. خب مثلا اینکه عدالت اینه که فرزند ارث، الان بحث ارث نیست، نمیخوام یه پرانتز جدید باشه، فقط برای مثال دارم عرض میکنم. بحث مثلا ارث زنان نصف مردانه و این عادلانه اینه که ما این نصف رو بپردازیم، این حق رو بدیم، در حالی که در دنیای امروز و با توجه به زنان سرپرست خانواری که بسیارن میگن این عدالت نیست. من فکر میکنم اینو بذاریم برای جلسه بعد، چون که هم وقتمون خیلی طولانی شده، همین بحث دوباره خیلی میاد. ما جلسه بعد در رابطه با این صحبت میکنیم که ارجاع فتاوای در رابطه با این ولایت پدر بر فرزند، استاد میخوان ارجاع بدن به قرآن و بگن اینها عادلانه نیست یا هر چیزی با اون 32 اصل بسنجن. اینو میذاریم کامل جلسه بعد در رابطه صحبت میکنیم. نکته‌ای هست که درزی نیست. ممنون. سلامت باشید. متشکرم از شما، ممنونم از همراهی شما. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. خدا نگهدارتون. سپاسگزارم از شما. سلامت باشید.